سفیدان برنادیل همه وقت روشن رو دستگیری میکنن. خوب چی گفتن ممکن است درباره بازی هایی که روشن برگزار کرد، دو بازی که فکر میکنن تماشا کردید بازی ها رو هم در اینجا و هم در خب چی گفتن؟ خیلی گفتن در که کماندای روشن حس کرده استیم که پیشروی دارد. بازی را باید ما خانگیمون چخل نباشه، باید که غلبه کنیم با کدام چیزی که نباشه. کماندمون با منازی نوبونی داره، برای که همه نو گرفتگان ولی همدیگر را سوز نمیفهمن. با قضیه خیلی خوب شده در دو بازی حس کرده استیم که پیشروی هست. کماندا قوتی حرکت میکنه که جای رنگ سالو گذشته و جای نمایان اشغال کنیم. در میان من همین بچه های جوان نشستن برای شما راحت است؟ در تماشای بازی غم نمیدین بلکه راحت است برای شما؟ راحت است برای ما، برای که ما سال یکم نیست که مثلا مخلصی کنیم. حیات یاد داریم به وای ما زیاده از 52 ساله که ما مخلصی میکنیم همین کماندا را که جای میره قدش میریم. این جوانو پیشمو مو سفیدای قفویو همه وقت دستگیری است. اونها که بچه ها که بعضن از منم کریچالکه های با اصطلاح دارن شما دستگیری میکنن همون وقت یا نه؟ همون وقت با چیزی خودمون داریم با اصلاح خودمون بیمارو داریم، بیماری که جدا مخلص اشدی روشن هستن وای طرف واقعا دستگیری ما این طرف دستگیریشون میکنیم. مقصد داریم که خوجام بریم با خوجام میره خوجام داریم. تا کجا رفتن ممکن است امسال من دسته ما در افریقا بازی میکند، کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکند. شما خوب میشود اگر در اینجا بازی هاش روشن برگزار کنند؟ با خوب نه که با دستگیر ممکن با سفر در ما رقم کم تر دستگیری کنن. همون اسپانسر میره اونجا تو همون خارجه. ما 77 درم ما اینمی خبدن مالش کی روشن انرژتیک بود روشن اول. اصلا پیش 67 66 انرژتیک بود بعد دیگه اینا با حوزه خیرشان کلوب رفته است. بعد دوی وقت طرفداری کماندا روشن کلوب. چخیل بها میدهد بازی روشن؟ بها با درجه اولیش همه خیلی بازی کنه به حد بازی دور میکنه. روشن اصولا انا همین گونه مخلصا دارد و دسته که همین گونه مخلص دارد باید البته غلبه کند. مخلصی 38 ساله روشن کلوب دوره انسال بود ما مخلصی میکردیم بریم زاوده در اون وقت روز بچه‌ها بازی میکردن همون جنبو محلمون میومدیم انا روز گپ اشتراک میکردیم دیگه بود کالخوز بود انا کمونا میگفتن کماندا کمونا اصولات فرخور شد. همین خیلی بازیگرای خوب داشتن که یک حادثه خورشید گلان بله مارادونا بله مارادوناش میگفتن میبلوم ما مارادونا گفته خرسک میزدن چیز میکردن. خیلی کلوبی بودم هم خیلی استادیون مونم وقت سر مخلص هم وقت ما خوش شدیم رحیم اون وقت بازی میکرد محمد جان نبی بلوی بله انا ما خونه اونم که همین چند قدر دیر بیا بازیو دیر شبان بین روشن و بین وسیلات هم قدر سر مخلص سر چیز میشه. مخلص بهترین مخلص های این تانگینش اکای برگاد میگن در لوبو شکست ریختی کماندای برای کلوب مخلص که اگه یک حیات برای ما برای ساتور برای کلوب چی میگوی اکا خدادم جوی دیم افریقا برآمدن یکم که ما مخلص هم مرا تبریک میگم اهل کماندا را تبریک میگم گفتنیم که دویم سر بلند باشن هم خیلی سر بلند خطی این سال اف کبرم آینده ان شاء الله چمپیونات جهان دا باید سر کار ان شاء الله همه مخلصا را تبریک میگم فقط پریود جام یوسیو روشن باشه حرکت در روسیه دم زنده حتما ان شاء الله با هم کی چی میگفتن مورا ما یک برآمد دیدم در چیز برآمد کردم گفتم که آدمو پست بلند باید فکر نکنن. مقصد وطن دوست داشتن در کار، شهر دوست داشتن در کار، کماندا را دوست داشتن در راهبرای کماندا را جوی برای چی غیرت برای کساتور برای مثال دلوار نمیکنه برای اهل جمعیت برای کلوب برای اهل کماندا کلوب برای شهر کلوب همه وقت سربلند باشیم خوب همه در تبریک میکنم همه جام افریقا جام افریقا
زنده باشین ها زنده باشی. یا دوشون تی آخر دیگه باشم میکنم. سری بالا خاطر بارم. انشالله میبریم انشالله. میبریم انشالله Allah akbar. Ya dört kuvan. Bora buruşum ta. هیچ قوم فقط Allah akbar. Sen kitap geldi ana. आज की किताब क्या है Pancini. سلام گلیم قبول Galaban vurar. رحمت تبریک میگم. سلام علیکم. آقا خیلی کارساز همتین مخلصی روشن. آفرین. مبارک شود. رحمت شما را از کدام سال مخلصی میکنید دست ما روشن؟ باور که یک 40 سال زیاد بود مخلص اشدی روشن. من قریب که هم میدونم فوتبال پیشتر را میدونم مدیریت را میدونم هیچ که لیکن تو باور که حرکت داره که ما چند زینه استقلال بالا بره یگان جوی و تعریف توصیفش نیست خودش معلومه است کدی است که روشن مو یگانه خودش همه وقت روشن ما یگانه چی مصر دیمش چخلای میدونی؟ لباش همه چی مرا زنده باشه بهترین مبارک شود. باوری داشتین؟ همونجا میتونیم گفتن در مسلمان ما گفتیم که ما غلبه میکنیم همه وقت باوری داشتین؟ باوری داشتیم که باید ببریم استقلال دوارو هم وقت عدالت با بچه های همه وقت مانند ما خرسان باشن مانند ما روشن دستگیری کنن از همونجا هم بسیار می‌نویسن چیز میکنن دچیا ولچیا من همه طرف سازم ان شاء الله از همونجا مخلصی میکنن مخلصی میکنن همونجا سوری بچه‌ها را میبینیم که همونجا سروش از در ما که دویمو مخلصی میکرد خود همونجا مخلصی سخت میکنیم روسکی تماشا میکنیم بسیار دا بودن تا بسیار بودیم بازی چه خیلی شد عجیب بود بازی گذشت ما همون دقیقه هفته میگه گل زد خودمون نمیدونستیم که چه خودمون چه گم کردیم تعریف توصیفش نیست با درجه اولی گل زدن که در ممکن تا تاریخ هم خیلی گل شد گل آمریکایی زدن گل آمریکایی عجیب بود سلام علیکم بابا جان نام شما مرادف رجامت اکر رجامت چخلی که شما میدونن حوزه بازی بانی دسته‌های استقلال و روشنای برای جام تاجیکستان با فکر و عقیده شما در آن همین بازی کی غالب میآید ما غالب شو گفتن نمیتونم برادر عزیز من گفتم میتونم که هر کمانده با قوت هستن از اون جمله استقلال کمانده بهترین است جایی باید تروریست هستن کمانده روشن نیست قریب که با استقلال برابر شده است در کم بازی نباشد استقلال با همراه روشن اگر قوا باز مانند مسابقه داشته باشه اونجا حتما مخلص پیدا میشه حتما وای میشود حیوان بازی ها دیگرگون میشن خلاص حس میکنه که در اینجا کمانده پرقوتی کمانده ها را حس میکنه در اینجا خیلی ما حوض گفتن نمیتونم که ما گفتم میتونم که هر کمانده با قوت هستن هر حرکت میکنه که یک غالبیت به دست بیارن اکر رجامت شما میگفتن که چند سال است مخلصی کدام دستن از سینی چند سالگی زیاده از 47 سال بود من روز گپ مخلصی اشدی روشن کلوب هستم گفتم میتونم اوزود که در اون وقت انسول نام داشت کمانده روشن ما از اون دور ما دورهای مکتب خونی خودمونم کمونی و تمرین کردیم فوتبالیست بودیم کمتر کو نکی حالا باشد مخلص اشدی روشن کلوب هستم نکی کمانده استقلال هم دستگیری میکنم برای چون کمانده در اروپا یک نامدار کمانده است ایرا همه قریب جوان میشناسد روشن نیز قریب که دستگیری استقلال است بله رحمت برای صحبت خوب برای دسته شما ما موفقیت میخواهیم موفقیت به استقلال و روشن هر دو خدا اقبال و برو بتید الله فضل آمین سلام رحمت برای شوت کم به دو رول بزنیم گاردن بیه دو رول خلاک نو داره تمام دو بیگ بتونه رو
سلام علیکم سلام شاید صبح سلام ندارم چند کسی چه کمشتر باید زارای نولکه باید چکم سرودی سبزانم پرنده ها بخوانم سرودی سبزانم خداوند میکنم برای بسر بلند و موفقیت و آمده کلام قطعی سر بلند قطعی نبودگی در دو نو سه نو بباریم الله اکبر چی گفتنی؟ یک دوم تی سری سبا سری سبا بولته السلام علیکم برادران مخلصان اهل مخلصان روشن کلو در کدام گوشه و کنار تاجیکستان بیرون از گوشه و کنار ما باشند اگر تبریک و مبارکباد میگم عید بزرگ اولا بعد غلبه خوبترین غلبه پیشترین روشن تبریک میکنم امروز که این دیرینه که نگاه فکر داشتن جوانو که باید همین غلبه مخلصا که ما هم باید حرکت کنیم غلبه مون بگیریم نه که در دقیقه آخر یگان جای چیزی نمی برادران هم شتگن مخلصا اشهدن او چشم بسیار شما همجا دیدم به یگان تعریف اینا نان و نمک که من در یک سال هستم که باید که خیلی چیزا روشود روشن بگم دوستای عزیز با همه از ته دل همچو برادر همچو رفیق همچو دوستی نزدیک تبریک میکنم خدای خداوندا همه وقت برای روشن در چخت باشین صحت سلامت باشین خدا به اقبالتون نکنه پرتوشه پرتوش میره برای امو یا تکر خود گایی این حاجی را بگی یا کر خود گایی صورت از سوخت بود سلام علیکم دیلای امین بیو دیلای امین شفای رنجوران خدای خداوندان برگزد در شفا بیوال خزاو از اون آمد کامون نسرینه خوبه خیلی بخته با دیدم بخته یا من سامیسترشی به حاله همین عشان کلانسارمون همین بگور بگرده همین ما دارک داری خیلی با خاطر شما ما جای دیم رفتیم همین جای یک کم ترک اقصد یک دو مبلغ خلاش کوی بتاکی اوزی برا بوزیک نه یکی دیشم نه بعد کردم ما نه نگاه کردم دیدی اوخیانش هم کورسی ها تاب دا کورکیستا کمک تاب دایی
خالجون ها خداش باش در پوشی مقصد کنیم نشود رحمت خالجون حرکات پیش مون مولی مکن خیرت قدم تن صحت دلی بیارم خدا این برادریم را شفای کامل سلام تن صحت بین این جمعیت مونه همون مقصد بلان باشم در وایش بخیده و یکی کمالش زیر دست کنم شما دیگه بابای برگات زودروز مبارک شود برای نون و نمک رحمت اکای اولیم جان رحمت برای قرطوی دو داگید اکای غیره دا چی گفتن داری؟ اکا غیرت دا امسال بود بردی و اردومندی میخواهیم که چمپیون شوه و بخبر داره با سفیده که مجبوری روشن یک دوی سفر کلانتری کارت کی هر بلاور خود پیش دفت کنم پر سر سلامت برگه خیلی زادروز مبارک شما عالی به اکا پای خیلی زادروز مبارک اکا رستم اکا زوی این اکا ستو خیلی میمون خود جاندو مگیه اکا جوراخون چخیلی ملا معنی اکا نیها ترینوفکو چخیلیه خدام اکا زادروز مبارک شما احمد بگو که فرومش نکنم عبدالله غد تنگی نما کامera بال اکه مو مالی فایرون مالی داب دارم اکه مو میگه اگه نوز پوست روی ولی میساعد شما بوبه برگا کیا ہے ای احمد تلفن من مخارا گفتم تلفن شده که شروع هم خیلی که هم صورت ویدیو نخیلی ویدیو بارکی روستا تاقا برگا ای اکه اولی سرچمایی خدا بیربال نکنه همه وقت هم تو سربلند باشه مشاتی بلند خطی خوش خرسان بیان الله بازی دسته روشن و التین ناصری ترکمنستانро ҳама каса мухлисон тамошо доранд бо яке аз мухлиси калонсолтарин дастаи равшан суҳбат мекунем амаки раҷабмат. хоб амаки раҷабмат чӣ дорад ин ҳама муборак шавад дар қисми якум 1-0 дастаи равшан буд. хулоса аз қисми дуюм чӣ умед дорем? раҳмати калон қисми дуюм худаш гуфтааст ки мо дар ҳақиқат ғолиби ҳатман ғолиб бояд бошем. از سه با میرم من سلام میگم که من مخلصی من جوانو تو همسالای ما تو از مود یاشترا رحمت کس که مجبور هستن یک قسمش اومدن دو روز باز انتظار ما بازی را حرکت سیزون همه که مقصد ما رو ما که روشن غلبه کنه. چند سال شد که همین مخلصی دست روشن؟ زیاده 43 ساله که من مخلصی ترین روشن در که امسال بود این زود بچه‌ها کار میکرد قسم یک 80% زبان‌ها بودن. اگر بازی امروزه دست روشن گیریم با سالهای قبلی سالهای گذشته چه خیلی از پیشروی دیده میشه و یا که مثلا روشن گذشته با قوت‌تر بود؟ شما که مسابقه 43 ساله دارید. این پرا گفتن نمیشه اون که چه بگم یک قابلیت حرکت و حضور روشن دیگر این به یگان محبت به یگان بود کدام کماند کارش شب اگر کم ترک حرکت کنه اوری کامل داریم که کدام کماند روشن میذاره. خب در شهر کلوب شما با کدام کسب و کار مشغول هستید؟ چیکار میکنید؟ من روزی که یک تانگی نیوی دارم مسافر کشم بین ترمینال کلوب در ماشینم از نوری روشن هم وقت امبلم روشن کلوب زدگی در پشت ماشین هم که صورت وای کدگیم هم میبینم میگه ای بابای کلوب
равшан заправку میگم گفت равшан ما فقط تو رو میپرسم وقتی که میدونم روز گپ من تعریف نمیکنم ساعتای چند دیره کسی توی کمه داریم یک وقتی گم برامون کردیم равшан اوخی با گفتن خیلی چیز نمیاد این چیز نمیگم استقلال هم کمانده با قطرین رسپولیکایی تمام چیزی باید بازی میکنه تعداد دیگر هم همچنین مثال بگیریم که کمانده خوجند هم کمانده بخواد یکی равшан بازیش دیگر های حسین کشا ستیلی رفتی بازیشون دیگر حتی مخلصوش هم دیگر های هیچ کنن که به یکون مبلغ یکون جو یکون دستگیری یکون چیز نیست روز گپ همینجا بخیزن سر برن همینجا بخیزن تو خوجند هم باید تنگیر خطی بریم این بوی من نمیکنیم مشکلی خود مقدم بریم این مخلصو بسیار خطی من برم بچه هایش انا بگیم که با مشکل شخصی خچون خطی میروند همه وقت دستگیری равшан مخلصو میکنن سال 2022 صویبی شوجویزه شد پیشوازگیری در بده مثلا چخیل استقبال گرفته است خیلی استقبال равшан گرفتن اون کماندان عمیق خارجه کماندای استقلال برادر کماندای خوبی تاجیکستان است لیکن خیلی که در اروپا پیشواز گرفتن اینو ما در دروازه درآمد کلوب دیگه نتونستیم خیلی پیشواز کنیم با درجه مشکلی بود با درجه چیز بود که از اون جمله دایرکتور کماندمون که غیرت برآمد کرد که راحت کردیم در همین سال شخصا ما رفتم ما خوش کردم دیگه گپ نیست برای که کماندا خودش میگه که این برادر من خیلی بازی میکنم من خیلی قابلیت دارم یعنی کماندا خودش قابلیت مستحکم داره باشه بچه‌های равшан که مثلا بازی میکنن در دسته равшан چی میکنن بچه‌ها هم میتونیم که وقتی کلون باشه بچه‌ها حرکت کنن که یکم تایم را نگذاریم نمیذاریم یا گل دو گل دیم تایم را بزنیم یا ان شاء الله با هم بشیم غلبه قطعی گردیم خب امروز مثلا یک از سرپرستان دسته равшан حاجی شریف است که دستگیری میکند نسبت به سال گذشته همین سرپرستو شده گرفتن دسته равшан مخصوصا باز حکومت شهر هم دستگیری میکند اگر همین خیلی دستگیری باشد ما باوری کامل داریم که دسته равшан با نفوذترین دسته ها خب با مخلصای دسته равшан چی کنند با مخلصا گفتن که همین زنده بود равшан هم باید دایم باشه ما همین زیاده از 70 سال عمر دارم 71 72 در رفتم روز بگم دایم با جوانها باشیم پورا равшан بگی равшан پیش بره равшан حرکت که равшан غلبه که равшан همه وقت با پیش равшан همین گفتن که سلامت باشین همه وقت خاتم گوشت دسته равшан چی گفتنی داره در آخر گفتن که سرپرستی اساسی ما حاجی شریف است خدا برکت شد باور کنید که جایی که میریم دستگیری حاجی شریف است و چنانچه که رئیس شهرم حکومت شهرم دستگیری میکنه مورا مخلصای равшан همه وقت دستگیری میکنن همین دو قابلیت داره که دو با قوتی که دو مردی که درباره ما هسته دستگیری میکنه مثال بگیریم که انا همین جوانو را دست پرور میگیم که نه حاجی شریف است حکومت شهری کلو محترم رئیس دوستان گرامی ما قسمت دوم بازی دسته равшан و التینوسیر بود چی بود التینوسیر ترکمنستان دسته التینوسیر ترکمنستان رو انتظار میشیم و از نتیجه اون حتما با شما رو آگاه میکنیم سلامت و سربلند باشید سلامت ما کاملا بکن با رفته این سفر به خاطر این خدا پیش داد خدا سفر لیتون چاپ کم سه اون بزنیم یه رو با پیش جابورا کی داد میگه یا کار استام کو Go!
Мы нашли самого преданного фаната Равшана. Расскажите, как давно вы болеете за этот клуб? Я уже 47 лет болел за Равшана. Когда Ансол был, тогда звали его Ансол. А я вот, знаете, приехала первый раз в Куляб, и мне стало интересно, почему народ Куляба так любит футбол. Это самые, наверное, громкие, яркие болельщики, которых я встречала. Мы, кулябцы, вечно болеем за футбол, за Равшана. Что пожелаете сегодня любимому клубу? Мы стараемся, чтобы победить. Только победа Равшану. Больше никаких. Стараемся, чтобы победить. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. В Кулябе живут истинные фанаты футбола. مثلا دسته روشن کلوب همان دسته ای است که همه وقت مخلصان سرسپرده داشت. مخلصان دسته روشن بهترین مخلصانی هستند که تا نفس آخرین برای دسته روشن همه وقت مخلصی میکنند و باور کنید شماره آن نفرایی که در همین حد به دسته روشن مخلصی میکنند هزار اندر هزارند و امروز یکی از آنها رو ما دعوت میکنیم بابای رجب مرادov 75 ساله میشوم. بابای رجب مرادov خواهش میکنیم یک هفتومی میکنیم به خاطر دسته روشن به خاطر خواهش میکنیم یک هفتومی میکنیم بابای رجب امروز 75 ساله شدن. مبارک باشد از نام رهبریت دسته روشن کلوب و این مخلصی سرسپرده دسته روشن یک تحفه مبارک باشد. یک هفتومی میکنیم. آرزو میکنیم که همه مخلصان نورس دسته روشن کلوب و عموما همه دسته های تاجیکستانی به این سین و سال برسند مثل بابای رجبمند انا همین گونه سرسپرده دسته های خود باشند. مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک باشد و روشن به پیش. سلام علیکم. سلام علیکم. چیکار کنی؟ بابا میدونی کی خیلی بالای چی یکم جوتن خیلی
خودتانی هستی معنی هستی همه اونینم یکم ترکای او یکو با کم دویم در جوی اول باشیم سلامت ما بسیم رای خیلی برموتون هم وقت سر برام باشیم اول و آخر رو این مرده که جناب اولی را بزرگترین بزرگیش در چه برادره بود که این مرده تو ملل متحد برآمده فوتبال رشد در جهان یکم کرد. دیگه از اونجا که این مرده که رستم امامعلی را بگن که نگاه که رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان یعنی جایی برش خوشی چیز نیست. خدا برکتشون بعد گفتنیم که روشن کلوب یگانه کمانداری است که در جمهوری در جمهوری خدمت بهترین کمانداری جوی تاریخ و توصیفش نیست. این همه میدونه. انا برادر عزیز دویم خدا سربلند باشه و پیشروی باشه. از اون جمله ماده که بگیم که سرپرست ما حاجی شریف برادرمون نهایی پسرش که اکای زویر که دویم در پستی و بلندی ما هست رحمت کلام میگیم مینادوری کلام میکنیم در مداخل و برکت شده همه وقت خطی کمانده ما بوشه و همه وقت هم دستیاری دراز کنه و از اون جمله مخلصای اشدی کلوب از اون جمله فان کلوبی ما ستار جان رحمت کلام اکای ما نرود جان برای عزیزی من همین همه وقت دستون بالا باشه و سر بلند خطی گجوری که بریم سر بلند بریم سر بلند بریم با ما فکر خود بیربول ما